سرفصل آموزشی. دوره‌های آموزشی ترمیک کرمان ربات شامل 18 ترم آموزشی می باشد که با مکانیک شروع شده، با الکترونیک ادامه پیدا می کند و با برنامه نویسی به پایان می رسد. مکانیک با آموزش ساده اتصالات، ایمنسازی و تعادل سازه شروع می شود و با آموزش چرخ‌دنده ها، پولی و تسمه و مکانیزم های مختلف ادامه پیدا می کند و با آموزش شبیه سازی سازه های مکانیکی در نرم افزار ویرچوال مک به پایان می رسد. الکترونیک با آموزش ساده و عملی مفاهیم اولیه ولتاژ و جریان شروع شده و دانش‌پژوهان با استفاده از بردهای آموزشی با نحوه کارکرد سنسورهای مختلف آشنا می‌شوند. سپس در ترم نهم با بیان ساده با مفاهیم زبان ماشین و 0 و 1 آشنا می‌شوند و گیت‌های منطقی را می‌شناسند و در بخش قطع شناسی الکترونیک با قطعات الکترونیکی و لحن‌کاری آشنا خواهند شد. و در ترم 14 با استفاده از نرم افزار آرتیوم دیزاینر طراحی بردهای مدارچاپی را آموزش می‌بینند و عملاً 0 تا 100 ساخت بردهای الکترونیکی را انجام می‌دهند. در بخش پایانی و در 3 ترم 16 تا 18 هم برنامه‌نویسی ربات‌ها را با میکروکنترلر PIC آموزش خواهند دید.